زن توهین نمی کنم. زن عزت داره، زن شرف داره، زن مزه زندگی شوهرش است، زن راحت زندگی شوهر است، زن یاری انبستر شوهر است، زن لباس شوهر است، زن عفت شوهر است، زن پاکدامنی شوهر است، زن رفیق شوهر است، زن مشاور شوهر است، زن در سفر، زن در حضر، زن در عمره، زن در حج، زن در جهاد، موافق زندگی رسول الله در میان شترکجاوه عایشه در سفرهای جهاد و عمره و حج در زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله است. زن کسی است که رسول معظم سر بر سر ایران زن مانده خوابیده است. زن در آغوش عایشه رسول معظم صلی الله علیه و آله تکیه زده قرآن میخونه. زن کسی است که از میان اعتکاف سر مبارک بیرون میگیره، مویش میشه، شانه میکنه. زن این چنین زیبایی زندگی دارد با شوهر. من توهین نمیکنم، این خوبی ها داره صاحب. وی دی رقمی خود نمیشه چهره های خشین عبوسن قمطری را. این چهره های خشین دائم الغضب میشناسین؟ دائم الغضب خو میشناسین؟ اون رقم دائم الغضب است. این رقم خو نیست. دنیا برای ما حقوق زن یاد میده. عفت و عزت و زیبایی زن خود در دین اسلام عزیز است. در دین کیست؟ اسلام عزیز. حقوق سعی کالی از زن بالای مرد. خوردنی زن را کی تهیه کنه؟ نوشیدنیش کی تهیه کنه؟ مسکن خانه زندگی به حد ضرورت کرایی هر رقمش کی تهیه کنه؟ لباسش کی تهیه کنه؟ بگونی وقتی که حج میره کی ببردش؟ مرد. وقتی که بازار بیمار است کتی کی میره؟ مرد. پس این رقم اصلی در شب تاریک در بالینش کیست؟ مرد. پس از این خاطر این حقوق را حق مسلم خانم است که از شوهر مطالبه جماع بکنه. حق مسلمش است. چیزش است بگونی اگر کار خانه را رسیدگی نمیتوانست مزدور بگیره، پیسه مزدور کی بته؟ اگر یک تا کافی نبود دو تا را بگیره، پیسه مزدور کی بته؟ مرد. همین حقوق مسلم کیست؟ بگونی حقوق مسلم زن بالای کیست؟ مرد. از مرد بالای زن چیست؟ حافظات للغیب است. در غیاب شوهر حفاظت مالش، خانهش، اولادش، زندگیش، عفتش، ناموسش، کل چیزش نگاه کنه، دولتش. و کسی را که شوهر اجازه نمیته به دیدن و رفت و آمد بالکل اجازه نیست. اجازه نیست. دگه میرسی یا نمیرس. این حقوق کی است؟ مگر حقوقی را که دنیای امروز دادن پس افگنده مواشی را تپک سری کی میسازن؟ بگونی تو چوب و بتر از کود کلی کی میارن؟ چل تا مال دوشیدن و قروت و شیرش سری کی میسازن؟ زن. و گوی شیری را علف و بد و بلایش سری کی میکنه؟ زن. کنجاله گوی قلبه را سری کی میته؟ زن. کالای بیادر و کاکا و ماما و ننو و دیگر سری کی میشه؟ زن. این حقوق را اسلام سر زن نمونده. این حقوق را تو کشیدی. این حقوق سر زن نمونده. بیخی بیغم باش. نگاب نمیرسی. میرسی یا نه؟ زن را از خانه بدون اجازه شوهر رفتن به جای بازار و دیگه حق داره؟ نداره. حقی شوهر سر زن است. نه این قضایایی است. متوجه باش. خواهران و مادرانی که حرف میشنون تا آخر بشنون، خفه نشون. ما به دفاع از حقوق زن عرض اندام کردیم، نه به خرابیایی که دنیا به نام حقوق زن آورده. حقوق زن من نیست. آنگاه که زن را به حیث موجود انسانی در جامعه نمیشناختن، آنگاه که زن علیش ظلم و بیداد به انهای مختلف ادامه داشت، آنگاه که زن را 100 طلاق میکردن باز در قید خود داشتن، آنگاه که زن را میراث نمیدادن، آنگاه که شوهرش میمرد به عنوان میراث ادعا میکردن، آنگاه که دخترش را در طفلی زنده به گور میکردن، آنگاه که زن را به طرق مختلفه تهدید فیزیکی و روحی میکردن. این مؤسسات مدعیین حقوق به کجا بودن؟ همانا مؤسسه و نهادی که برای نخستین بار از حقوق زن دفاع کرد و عرض اندام کرد، تمام جهالت و مظالم را نقطه پایان داد. مهر زن را به زور میگرفتن و اصلا نمیدادن. به این مظالم خط بطلان کشید اون محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.